در میدان کلوب فوتبال سوخت 87 شهر خوجند مراسم سپردن جایزه‌های غالبان مسابقه‌های جمهوری لیگ امید بین فوتبالبازان 14 16 و 18 ساله و غالبان مسابقه جمهوری توپ چرمین برگزار گردید. در مراسم جایزه سپاری معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت و سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت اشتراک نموده به غالبان جایزه داران و بازیگران بهترین جام، مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای را تقدیم نمودند. در مسابقه فوتبال برای دریافت توپ چرمین بین نورسان 12 13 ساله دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 شهر استرافشان مقام اول و فوتبالبازان دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 شهر خوجند مقام دوم را اشغال نمودند. در این مسابقه بین فوتبالبازان 16 17 ساله 3 مقام فخری نصیب دسته های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 شهر اسفره، گیمنازیای رقم 4 شهر خوجند و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 نوحه دیوشتیج گردیدند. ما بسیار خرسند هستیم که در مسابقه فوتبالی توپ چرمی بین همین 18 ساله ها اشتراک نموده سزاوار جای اول گشتیم. میخوایم در آینده مسابقه تست بسیار برگزار شوند و ما آمده اشتراک نماییم. ما خرسندیم که امروز جای اول را گرفتیم. ما میخوایم که آینده خیلی مسابقه خیلی بسیار شد. ما خردسالان نورسان خیلی فوتبال را دست می‌داریم. همچنین فوتبالبازان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 4 نوحه دیوشتیج که در مرحله جمهوری مسابقه فوتبال برای دریافت جایزه‌های توپ چرمین بین فوتبالبازان 14 15 ساله صاحب مقام اول گردیده بودند با تحفه‌های خاطره‌ای فدراسیون فوتبال ولایت سوخت قدردانی کرده شدند. در بین فوتبالبازان 14 ساله در لیگ امید دسته‌های خوجند شهر خوجند، اشت نوحه اش و اکادمی استقلال شهر خوجند صاحب 3 مقام فخری شدند. در بین نورسان 16 ساله نیز فوتبالبازان دسته خوجند شهر خوجند مقام یکم را صاحب کردند. جای دوم نصیب دسته اشت نوحه اشت و مقام سوم نصیب دسته سپیتامین نوحه سپیتامین گردید. فوتبالبازان دسته خوجند شهر خوجند در بین 18 ساله ها نیز برنده جام گردیدند. مقام های دوم و سوم را دسته های جبار رسولوف و نوحه ظفرآباد صاحب کردند. دسته ظفرآباد نیز در این مسابقه اشتراک نموده خوشبختانه به گرفتن مقام دوم سزاوار گشتند. ما منتداری خودم را و تمام ورزشکاران ولایت سوخت را حکومت جمهوری را که در سطح بلند گذراندن چنین مسابقه به فدراسیون فوتبال ولایت و فدراسیون فوتبال تاجیکستان منتداری آن را میرسانم و خواهش آنم که چنین مسابقه باز هم خوبتر و بهتر شود و ما ورزشکاران در این مسابقه اشتراک کرده جایهای نمایان را سزاوار گردیم.